درست است برم بده. نمیتونم دیگه نمیتونم. ملکه بس از خودم مقصر فکر نکن. تو کوشش خود کردی اما از اونا نجات داده نتونستی. چطور خودم مقصر ندارم؟ چطور زینب؟ هر روز بالای دخترم ظلم میکنن و من هیچ کاری کردن نمیتونم. دختر من نجات داده نمیتونم زینب. هر کاری که میکنن به ضرر دخترم است. چطور خودم مقصر ندارم؟ ملکه جان، ای که خواست خداوند چی است؟ چه قسم ما را از شر و بلاها نجات میده؟ هیچ کدام ما این باره نمیفهمیم. خداوند فرصت میده اما بدی که صورت میگیره هرگز نمیبخشه. مطمئن باش یک روز نه یک روز خداوند آه مظلومه مشنوه و هیچ وقتی رو فراموش نکن. جزای ظالمان میده. تو خوب هستی؟ من خوب هستم. با گذشت زمان هم تو و هم طفلت کلان میشین. اما من هنوز بسیار خورده هستم. نمیفهمم طفل من چطور کلان کنم. فکر میکنی تو تنها هستی؟ مام وقت به سن تو بودم جماله با آغوش خود گرفتم. اول بسیار میترسیدم. شرکت صاف‌سودا داروهایро пешниҳод мекунад ки барои бемориҳои дарунӣ ва берунии инсон даво бахшанд. аз қабили фишорбаландӣ, гаймарид, бемориҳои меъда, рӯда, гурда, ҷигар, узвҳои ҳозима, дарди гулӯ, роҳи нафас ва ғайра. инчунин агар шумо бемориҳои пӯст доред ба монанди псориаз, сафедшавии пӯст, доғҳои сиёҳ, пас дороҳои софсавдо ба шумо кӯмак мерасонанд. ғайр аз ин агар шумо мушкилоти урологию гинекологӣ дошта бошед, пас ба ширкати софсавдо муроҷиат намоед ва инчунин машварати тиббӣ бигиред. ҳамчунон барои зиёд кардани риш ва мӯи сар, ба қувват кардани мардонагӣ доруҳоеро бо намуди капсула ва равғане ки ба сатҳо дард даво дорад пешниҳод менамоянд. барои фарбеҳ ё хароб шудан доруҳои БЦА, протеин ва ГНР-ҳои софсавдо айни муддаоянд. бурда расондан ба ҳама шаҳрҳои Русия дар муддати 3-5 соат. рақамҳо барои тамос дар рӯи экран. саҳифаи мо дар TikTok sofsavdo.tjk. агар аз номи нурангез филм муроҷиат намоед ба шумо тахфиф карда мешавад. که چه قسم او را بزرگ کنم، چه قسم از او محافظت کنم. اما بعدا یاد گرفتم. وقتی او را با آغوشم می گرفتم عروس، مادر بودن خدا حس می کردم. تو هم یاد می گیری. اگر قبول داشته باشی برات مهمان آوردیم. با جایی که فریاد و فغان کنی شکر بکش. قیمت و ارزش طفل خدا بفهم عروس کوچک. مادر آزاد به قدیم زنگ زد، گفت مادرم همراهم است. شکر که خوب است. برستم میگم که بره بیارش. ضرور نیست، باید همراه آزاد باشه. همراه بچه خود راز دل کنه، بانیش که یک جای باشن. اما مادر این کار خوبی نیست. در این وضعیت نباید در خانه خود باشه مادر. همراه کدام بیگانه خو نیست. آزاد مثل ما متوجه مادر خود بوده میتونه هدیه. ما بسیار اشتباه کردیم. ما را ببخش. ما جزای کارهای خودم میبینیم دختریم. بسن او دخترها مکتب میرن اما ما او را عروس ساختیم. با این رسم و رواج خود زندگی خود و دیگرها را به جهنم ما بدل ساختیم. تباشان ساختیم استاد.
آفرین بچیم. با آوردن عروس کوچک یک بار دیگه خان بودن خود برم ثابت ساختی جان مادر کلان. حال فقط یک مشکل باقی مانده. اگه این مشکل هم رفع بسازی فکر کنین حل شد مادر کلان. علی گپ مرا نمیکنه. زد کده که طلاق میگیرم. زهرام رضایت داره. چطور مانیشان میشی؟ خاطرتان جمع باشه، صبر داشته باشین و ببینین که من چی میکنم. طلاقشان هرگز صورت نمیگیره. قبول میکنم که اشتباه کردی. گناهکارت هستم. حق به جانب هستی. کار را که تو امروز کردی بعد از محکمه هر کاری که خواسته باشی میتونی. هرگز مداخله نمیکنم. بعد از اینکه طلاق گرفتیم تو برای خود، ما برای خود میرم. چطور هستن مادر؟ خوب هستن؟ گوش که آزاد، من خواب نمیبینم. پدرت زنده است. من امروز او رو دیدم اما خدا پت کرد. درست است مادر. هیچ در این مورد فکر نکنین. استراحت کنین. من دیگه اشتباه نمیکنم. تو هم باید خبر شوی. یک موضوع مهمه برات میگم. دوران بچه قدیم و هدیه نیست بچه. از خانواده کرمانیان نیست. حق توست که خان شوی. برو حق خود اشرار بگی بچه. بیدار شدی جانم؟ دست نزن زهرا، ما آماده میکنیم، تو برو بیشی. به خاطر چی بیشینه؟ بان کمک کنه. چی مشکل داری؟ نوجین مادر گفت نمون که روز کوچک کار کنه. ما وقت دی وضعیت بودیم کار میکردیم. هیچ کس به ما نگفت کارم بشی. مهم نیست، کار میکنم. تمام شب نخوابیدم. اگه محکمه از حامله بودن زهرا بفهمه اجازه نمیده که طلاق بگیرن. در این مورد هیچ تشویش نکن. ثابت میکنیم که سن سال زهرا مناسب نیست که عروس یک خانواده بزرگ باشه. بله ثابت میکنیم، اما خدا کنه که کدام مشکل دیگه پیدا نشه. انشالله. بعد از اون طفلش سخت میکنیم. ما با اجازهتان دیگه باید برم. دوباره پیشتان میریم. با خانم زمندادم سلام بگین. علیکم السلام. زینب، ما بسیار معذرت میخوایم جانم. به خاطر ما تو هم با مشکل مواجه شدی. خواهش میکنم. خداحافظتان.
نمیفهم دیگه چقدر انسان ها ضرر خود دیدن. امرای لیلا، برین انگشترتان انتخاب کنین. شام بخیر نامزد میشین. چرا عجله دارین مادر؟ نباید از این بیشتر صبر کنیم. هرچی زودتر باید نامزد شوی. فاطمه، برو از بکسم صندوق طلای ما بیار. درست است نوشین مادر. ما میرم مادر، شاید پیدا نتونم. آزاد هرچی زود باید طفل زهرا را سخت کنیم که بدون کدام مشکل محکمه فیصله خود اعلان کنه. تشویش نداشته باش، من امرای علی گپ میزنم. ملکه مادرم باید به شفاخانه ببرم. زینب گفت باید دکتر معاینش کنه. تو برو همراه علی گپ بزن، من متوجه مادرت می باشم، تشویش نکن. خوب است. تو هم بیشی. گفتم بیشی. بگی ایره بخو، با طفلت فایده داره. بعد از این آشپزخانه کار نمی کنی. فاطمه و هدیه تمام کارهای خانه را می کنن. تو فقط متوجه کواسی ما باش. فهمیدی؟ استراحت کو، طفلتا تغذیه کو، طفل مناسب خانواده ما را قوی و سالم به دنیا بیار. بخو دیگه. بده ببینم که در داخلش چی است. بسیار مقبول است، قیمتی هم است. نوشین مادر به خاطر چی را خواست؟ بسیار ساده استی فاطمه، عروسی دورانم میکنه. صندوق پیدا کردم مادر، بفرمایید. این کره را با امو عروس نواسی می دادم که اولین کواسه را برم می داد. قسمت زهرا بوده دیگه. نزدیک بیا زهرا. بیا دختر، زود باش.
بخیر کو نکنی عروس کوچک. ما با دکان میرم. رشته خوب. ای که از کسی که دوستش داری دور باشی چقدر مشکل است. حالا شاید رو فهمیده باشی. تو از محبت چی میفهمی دوران؟ دخترم برم بده. دوران چی میگن مادر؟ دیدینی او دختر چه قسم کره را از خود ساخت بچیم؟ او کره حق خانم تو بود. هر چی زودتر عروسی کو که تو هم صاحب اولاد شوی. اگه اجازه باشه ما برم. بچیم میفهمم لیلا را خوش نداری. مام دوستش نداشتم، همیالم خوشم نمیایه. اما بیبی دیروز از برکت عمو دختر زهرا را پیدا کردی. بسیار مهم است که انسان یک خانم قابل اعتماد داشته باشه. همه تو نیست بچیم؟ مثل شما. چی حال از شما چی میکنین؟ دوران خان سلام رساند. در ارتباط طلاق کدام مشکل خو نداری نه؟ گوش کن موضوع مهم است، متوجه باش بیادر. نه خیر بیادر، طلاق میگیرم. هر دوی ما باید نجات پیدا کنیم بیادر. اجازه نده کسی تو را فریب بده. درست است؟ هیچ کس مرا فریب داده نمیتونه. دیگه به گپ هیچ کسی گوش نمیکنم. بعد از این خواست خود انجام میدم. شما تشویش نکنین. درست است بیادر. ما خانه میرم. مادرم تنهاست. تام خانه برو. درست است. خوب است. بان من میتونم. نه خیر نه خیر، ما پول مایده دارم. رفتم. خداحافظ. خداحافظ بیادر. آی نمیخوایم، منم نمیخوایم. دخترم نمیخوایم. یک دانیم نکو. از برای خدا نمیخوایم. نمیخوایم مادر شوم. نه این کره رو میخوایم. بیبی اوشین مادر مشنه. ایلایم کو گفتم. بس هست. چرا نمیفهمین؟ گفتم نمیخوایم مادر شوم. نه مادر میشم نه او کره رو میخوایم. زهرا آرام باش دخترم، این کار نکو. ایلایم کو گفتم. ایلایم کو زهرا جان آرام باش، این کار نکو. گفتم ایلایم کو من نمیخوایم مادر شوم. گفتم نمیخوایم. من ایلا کو. فاطمه تو بیرون برو. خانم عدیه زهرا ترسیده، این نباید تنها بانیم. لطفاً. من امراش هیچ کاری ندارم. لطفاً بیرون برو. میفهمی زهرا؟ اولین بار است که به خاطر تو جگرخون شده. ما هم هیچ نمیخوایم که تو دیسن مادر شوی. اگه خواسته باشی من میتونم برات کمک کنم که از این طفل نجات پیدا کنی.
میفهمم قلب تو هم درد میکنه. از اولاد دور بودن زیاد مشکل است. مادر به خاطر اولاد خود هر کاری را میکنه، هر نوع مشکل قبول میکنه، حتی به خاطر اولادش جان خود داده میتونه. زندگی حلیمه تباه کده. بچه ما هیچ گناهی نداشت، هیچ. تمامی همه به خاطر اونا شد. خانم زمرد بگو. چیزی نمیگم. خوش آمدی. خوش باشی. چی کردی؟ همراه علی گپ زدی؟ بله گپ زدم. طلاق میگیرن، هیچ مشکل نیست ملکه. بسیار خوب. تو میتونی بیرون بری جانم. من همراه مادرم میباشم. درست است. به خاطر چی اینجا آمدیم؟ چند دقیقه بعد میفهم. هرچی کوشش کنی بازم نمیتونی مرا از طلاق منصرف بسازی. با محکمه خاط رفتم. طبعا چرا نه علی. فعلا بریم. برو. یک حاملگی پیش از وقت است. من نمیخوایم که به دنیا بیایه. فهمیدی؟ بگه هدیه ایره با یک لیتر آب مخلوط که به مدت 3 روز بنوشه. روز 4 طفلش سقط میشه. زنده باشی. مرا بسیار خوش ساختی. هدیه یک دم ننوشه که بیهوش میشه. فهمیدی چی گفتم؟ درست است فهمیدم. سر قبر پدرم میریم؟ هیچ نمیفهم مرا کجا میبری؟ خان صاحب فاروق مرا کی کشت؟ لطفاً بگوین او را کی کشت؟ از برای خدا. اولادای ما بی پدر ساخت. لطفاً بگوین او را کی کشت؟ ما اولادایم تنها ماندیم. لطفاً گفتم علی تو چی کردی؟ خدای من چی کردم؟ خان صاحب لطفاً اولادایم یتیم شدن. با ما کمک کنین خواهش میکنم. لطفاً. خان صاحب قاتل بیادر ما پیدا کن. میخوام دوستای خود را بکشم. نمیمانم قاتل بیادر ما زاد باشم. خاطرت جمع باشه. هرچی از دستم بیایه انجام میدم. خانم هدیه ای چی است؟ گلونم درد میکنه. از گیاه به خود چای آماده میکنم. شفای عاجل.
چطور تونستم این کار کنم؟ نباید این کار میکردم. متاسفانه که انجام دادی علی. ما هم تو را نجات دادیم. ما و مادر کلانم گناه تو را نادیده گرفتیم. مادر کلانم خبر داره؟ به هر صورت خاطرت جمع باشه. با کارده که جرم مرتکب شده بودی پیش ماست. پنهانش کردم. ما چطور تونستم این کار کنم؟ اما کدی علی جان، در یک لحظه زندانی شده میتونی. گپای تاریخ هم شنیدی. اگه در ایسن یک بار زندانی شوی عاقبتت مثل پدرت خواهد بود. لیلا، ما کمی کار دارم. تو بازار برو منتظر باش. یک جا میریم خرید میکنیم. بیبی علی، بعضا مجبور میشم کارایی کنم که هیچ خوشم نمیآید. تو هم کوشش نکو ده حقت ظالم شوه. فهمیدی؟ زهرا، ایره بنوش دخترم. کارت بسیار آسان میسازه. فهمیدی؟ بخیر بیغم میشی. دلت جمع باشه. برم دعا خواد کردی. اگه با کسی گفتی تو را میکشم برات گفته باشم دختر. از کمک کردنم مرا پشیمان نمیسازی. گپ فهمیدی؟ وعده‌میتم که به هیچ کسی چیزی نمیگم. ای دوران چه قسم یک انسان است ملکه؟ همه قسم است. سر هر کس کار خود به زور انجام میده. مالک خانم به خاطر دوران مرا میگه زود خانه را تخلیه کن. بعد از اینکه مرا از خانه اخراج کرد بر هنما رفتم. بسیار لوازمم در خانه بود اما نخواستم که پس بگیرم. کلگیر از خود بسیار ترسانده. معذرت میخوایم به خاطر من شد. تو را با مشکل دچار ساختم جانم. خدا نکنه. بر ما مشکل نیست. تا میتونم در روی سرکم بخوابم. فقط مشکلات تو حل شو و بس. یعنی چی؟ در روی سرک میخوابی؟ خانه ما به خاطر چی است؟ دیده که خانه ما چقدر کلان است. یک جای زندگی میکنیم. زنده باشی ملکه جان، اما نمیخوایم با تو مزاحمت کنم. تو چطور مزاحم بوده میتونی؟ مثل خواهرم هستی. در بدترین روز همراهیم بودی و همراهیم همکاری کردی. مرا تنها نموندی. هرگز قسم گپا را نزن. درست است؟ باید هر چی زودتر از بین برم. خان صاحب ای چطور است؟ به خدا اگه ایره بپوشم تمام دخترها طرف مثل میکنن. حیران خود موندن. واقعا بسیار برتان میزیبه. مالک همراه ما عروسی کن. بعد از قدر کارایی که برات کردیم به من گفته نمیتونی. ما از خان بودن، از خانوادیم، حتی زندگیم گذاشتم. مالک از تو نمیگذرم. گپایی که گفتی فراموش میکنم دوران. فکر میکنم هیچ چیز نگفتی. اگر یه بار دیگه طرفت سیلام نمیکنم. خان صاحب ایره ببینین بسیار مقبول است. سعی شد دیگه. یکیش خوش کن. بریم که وقت شد. چی شده علی؟ چیزی نه بیادر. با دیدن مادرم آمدیم.
کار خوبه کدی. بیا داخل بیا. مادر ببینین کی آمده. علی بچه، خدایا شکر که هر دو بچه همراهم هستن. ما باید برم. زود پس میایم. درست است. بیا بچه. علی تو را چی شده؟ خوب هستی؟ خوب نیستم مادر، هیچ خوب نیستم. چی شده بچه؟ مشکلت چی است؟ برام کمک کنین مادر. هیچ نمیفهمم چی کنم. مادری کار واقعا من انجام دادیم؟ شما دیدین که من انجام دادم؟ لباسا و بوتای خدا همراهم گرفتیم خان صاحب. شام در قصر آمادگی خودم میگیرم. بسیار مقبول خواد شدم. ما باید از اول ایره میفهمیدم. تو کل چیزا برازی گفتینی؟ از امی خاطر مرا فریب دادی خانم. بسیار میبخشین دکتر خانم. چیزی که خان صاحب بگویه. من قاتل هستم مادر، قاتل هستم. تو فهمیده خو او را نکشتی بچه. تو قصد کشتن او را نداشتی. علی هرگز نمیمانم که تو زندانی شوی. مثل پدرت نمیمانم تو را مست بدم. با عذاب وجدان چطور زندگی کنم؟ باید زندگی کنی بچه. فراموش کن. به هیچ کسی حتی با آزادم نمیگی، درست است؟ مادر و بچه بسیار زیاد دق شده بودین. چی شده؟ چرا گریه کردین؟ هیچ. همه تو امر بچم در دل میکردم. کدام گپ خاص نیست آزاد. خب چطور است؟ از خانه نوتان خوش هستین؟ هر کار را که انجام بدی ما را نمیتونی بترسانی. راهی را که انتخاب کردیم هرگز بر نمیگردیم آقا دوران. راه خوب تو همی است که طفل یک مادر را از بین ببری. تو همی قسم درس خواندی؟ ما مجبور شدم که از مادر طفل یکیشان باید انتخاب کنم. زهرا نمیتونه طفل به دنیا بیاره. امکان تلف شدن طفل وجود داره. برات چی دروغ بگویم؟ طفلی که به دنیا میآید از زهرا کدام مهمتر است؟ بیازده دنیا بجز از خودت به هیچ کس دیگه ارزش قائل نیستی. تو ظالم هستی که در عقب رسم رواج خودت پنهان کردی و بسیار بیچاره‌ام هستی. انسان که خودم محتاج به رسم رواج فکر میکنه. دلم برات بسیار میسوزه. به خاطر مراسم همه کی منتظر هستن. نوجین مادر تو را هم خواستن. زهرا تو
دکتر چی شده؟ بگو دختر مقبولم. دلت درد میکنه؟ ای چی است؟ خانم دیره برداد که بنوشی زهرا؟ خاله فاطمه لطفا به کسی چیز نگوید. من توسط همین میتونم از طفل نجات پیدا کنم. لطفا دلم زیاد درد میکنه. اوف. من میرم آشپزخانه را میبینم. درست است مادر جان، من همه چیز بررسی کردم، هیچ کمبودی وجود نداره. خوب است. ما بوتل در داخل اتاق زهرا دیدم. تو برای شیر دادی ها؟ شش، کسی نشنوه. به او خوبی کردم، طفلش از بین میره. او دخترم نجات پیدا میکنه. نیک خواست خودش نبود؟ گناه داره خانم عدیه. اگه او را چیز شوه خودت میفهمی که دلش درد میکنه. شاید زودتر از غمش خلاص شوه فاطمه. بسیار خوب است. ای لیلا چرا دا اتاق ما لباس میپوشه؟ دا کلان قصر دیگه اتاق نیست؟ ای دیگه چی حال است از برای خدا؟ گفتیم که دا بین خدا ما یک محفل کوچک میگیریم. خانم یک خان باید همین قسم باشه. احمق. فکر میکنم تو باوردن ما به خانه خود بسیار عجله کردی. فردا بخیر زهرا، از اولیما برای امروز تو یک جای میباشه. تو هم دختر خود گرفته به استانبول میری. ده اینجا نمی باشینی؟ بله درست است، من نمی باشم اما خانه خو می باشه. خانه را همراه خود نمی برم. این خانه توفی آزاد است. بعد از این از تو است. بخیر خداوند به تو هم یک همسفر خوب نصیب کنه. تو کاملا مثل لامت قلب بسیار پاک داری ملکه جان. بخیر به زودی همراه ما عادت میکنی. بازم تشکر. اینقدر زیادم فکر نکن. نترس. کارت پیش ما از خاطرت جمع باشه. نمیمانم تو را چیز شوه. ای قسم زندگی کده نمیتونم. وجدانم مرا عذاب میده. من نمیتونم. از زهرا جدا میشه. بعد از محکمه رفته تسلیم میشه. بسیار خوب. بس آماده رفتن از این دنیا باش علی. اما قسمه که گفتم یادر فاروق تو را زنده نمیمانه. انتقام خدا میگیره. فهمیدی؟
وای 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 وای، نام خدا، فقط یک مامور نکاح کم است. در روز عروسی او رام همراهت بیاری خان صاحب. البته که میاریم. در عروسی دوران نباید کم بودی باشم. عروس کوچک خوب دیگه نوش جون. حال تو 2 نفر هستی. از همه چیز خوب نوش جان کو تا طفلت هم تغذیه شوه و هم کلان شوه. نواسی کرمانی ها باید مثل نام کرمانی ها قوی و هوشیار باشه. حالا دیگه راستش من بسیار جگرخون شدم که جنگ من از پدر و مادرم جدا کرد. اما امروز فهمیدم که به خاطر مرا جدا ساخته که به خانواده اصلیم برسانه. من از کلگیتان تشکر میکنم. تو لیاقت عروس شدن خانواده کرمانی ها را داری دخترم. انشالله تو اون وقت عروسی کدی مثل عروس کوچک ما را صاحب نواسب سازی دخترم. نه که تو کدام مشکل داری عروس کوچک؟ رنگ تام سفید پریده. کمه بیحال هستم. در روز اول حاملگی قسم بیحال و به اشتها می باشن نوجین مادر. تو برو استراحت کو عروس، بعدن باز بیا. برو برو. پادر علی کجاست؟ مالکا بخو. چرا چیز نمیخوری؟ دلم نمیشه. تو به خاطر دخترت نمیخوری، حتما به تشویش هستی. یک چیزو بخو. امروز علی آمده بود به دیدن مادرم. مادر، علی در ارتباط طلاق براتان چیز گفت؟ دوران به او چیز نگفته نه مادر؟ نه خیر نه خیر. علی ها میخواه که جدا شوه. اوف.
زهرا دخترم چی شده؟ بسیار دلم درد میکنه خاله فاطمه. هیچ نمیفهمم چی کنم. صبر کن دخترم. بیا اینجا بیشی دخترم. بیشی یک دانیم. اوف. پیدا کردی ها؟ خب چی میکنی علی؟ میخواستی کاردا نابود بسازی. اگر نابودش کنی چی میشه؟ برادر فاروق هر روز آمده از من میپرسه که نام قاتل برش بگویم. با یک کلمات تو را نابود میکنند. از عقل خود کار بگی علی. حالا برو گم شو از اینجا. حالا چی شده؟ تو خوب هستی؟ یک بار خیره بیبی. زیاد درد میکنه. هیچ تحمل کردن نمیتونم. فکر میکردی آسان است؟ سخت کردن کار آسان نیستی قدر درد داشته میباشه. ناز نگو، خودت خواستی که طفلت از بین بره. کم تحمل داشته باش. صدایت بلند نکو. آرام باش زهرا. خاله فاطمه زود به مادرم زنگ بزنی. بگوین که بیایه. درست از دخترم. صبر داشته باش. من زود پس میم. دلم. از قصر زنگ زدن. بله فاطمه خاله. خب زهرا را کدام چیزی شده؟ دلش درد میکنه. میخوای اول تو گپ بزنه. درست است. مادر وضعیتم هیچ خوب نیست. دلم زیاد درد داره. هیچ تحمل کردن نمیتونم. برام کمک کنه. دخترم نترس، تو را چیز نمیشه. درست است؟ هیچ نترس، تو بخیر خوب میشی. من همیالی میایم. زهرا گفت دلم درد میکنه، میگه برام کمک کنین. زود باش که برایم. بیا آهسته دخترم. ها بیا اینجا بیشی. دختر مقبولم نازدانیم. بیشی عزیزم. بیشی. زهرا تو خوب هستی؟ به خاطر تو کم است با ما را. برو از اینجا گم شو. برو. خدایا شکر که هر روز به خانواده ما خوشی‌های زیاد نصیب میشه. از یک طرف نامزدی نواسیم دوران خان امرای لیلا دخترم،
از شنیدنش بسیار خوش شدم و از طرف دیگه خوشخبری طفل علی مرا خوش ساخت. بعد از همیشه اما تو شان شوکت خانوادی ما برقرار باشه انشالله. ما باید داخل بریم. امکان نداره خان صاحب، مراسم نامزدی دوران بیادر است. گفتم پس شو. اجازه دادن نمیتونیم. از تو که اجازه خواست احمق. خب شروع کنین. نوشیدیم و خوردیم. حالا باید چلاهای لیلا و دورانه بپوشانیم. چطور اما تو نیست؟ بسیار خوب. یاد کردن خوبی درست نیست، اما رستم وقتی بچه تو مریض شده بود کی تا شفاخانه انتقالش داد؟ در وقت کی برات همکاری کرد؟ یا زندگی بچیم به وسیله شما نجات پیدا کرد خان صاحب. خدا ازتان راضی باشه، اما او همکاری شما با این وضعیت متفاوت است. هیچ تفاوت نداره رستم. عیناً مثل بچه توی در داخل یک دختر است. دروازه را باز کنین که ما داخل بریم. شما در اینجا چی میکنین؟ برین گم شوین. زهرا مریض است، میخوایم دخترم ببینم. تو چی میگی؟ او مریض نیست. باز چی را میخوایی ثابت کنی؟ کمی تحمل داشته باش. خوب میشی دخترم. آفرین. بیا که بریم. حالا دیگه میخوایم دخترم ببینم. شنیدی؟ بیبی مادرت آمده. کمی دیگه هم صبر کجانیم. درست است؟ آزاد اینا را از اینجا ببر، اگر نه هیچ خوب نمیشه. چی میکنی کاکا؟ مادر یک دختر معصوم لط میکنی؟ براتان گفتیم که مریض نیست. به خاطر که دختر خدا ببینه بهانه میکنه. خب اگه مریض نیست بریم نشان بتین. باز اگه خوب بود از اینجا میرم. بیا زو بعد از محکمه فردا او را امرای خود میبرم. دیگه او را پیش خود نگاه کردن نمیتونین. زهرا وارث کرمانی ها را به دنیا میاره. اگه این محکمه به نفع تو فیصله کنه او هرگز جای دیگه رفته نمیتونه. نوجین مادر، بعد از محکمه فردا ما زهرا را گرفته از اینجا میریم. ایره به یاد داشته باشین. بارندگه ملکه زهرا را ببینه. مادر بالایشان باور نکنه، دروغ میگن. خدا میفهمه که باز چی نقشه دارن. اینا را از اینجا بکشین فوراً. مادر دختره زهرا، زهرا چشمانده باز کن. زهرا
آزاد بیارش. زهرا دخترم با هوش بیا. زینب بیره چی شده؟ زهرا با پهلو دورش بتین. او خدایا دخترم چی شده؟ به احتمال زیاد مسموم شده، باید به شفاخانه ببریمش. زود شوین. یک دقیقه. جای رفتن نمیتونین. گفت باید با شفاخانه بره، نشنیدی؟ از کجا بفهم که مثل بار قبل دروغ نمیگین؟ شما چه قسم انسان ها هستین؟ وضعیت دختر من نمیبینین؟ باید به شفاخانه برده شوه. نوجین مادر، زهرا را از دست خود دادیم. امیر را میخواین؟ دوران تو هم امرشان یک جای برو. درست است مادر کلان. بریم. لطفاً کمکش کنین. ما میرم در شفاخانه همراهشان میباشم. شما تشویش نکنین نوجین مادر. درست است. فاطمه خاله چی شده؟ زهرا مسموم شده بچه، او را به شفاخانه بردن. چی میگین؟ به شفاخانه میریم، درست است؟ کم تحمل که دخترم خوب میشی. تو را چیزی نمیشه زهرا. مادر جان، مرا تنها دخترم تو را تنها نمیمانم. لطفاً آزاد کمی سرعت بگی. زهرا باز کدام نقشه نداشته باشه او خانم ملکه. اما تو تشویش نکن خانزه. من اونا را یک دقیقه تنها نمیمانم. در شب نامزادی ما چی کارهایی که نکردن. آزادم یک دقیقه از کنار اوزن دور نمیشه. حتما عاشقش است. زیاد گپ زدی دختر. دانه خدا بسته که دگه. بوتل چی که تو احمق؟ امیر میپالی؟ خوب میشی، تو را چیزی نمیشه دختره. خوب میشی. جریان خونش ضعیف است، نبضش پایین است. هر چاجل فشار خونش هم آینه کنین. او دختره چیزی شود چی؟ هر کاری که انجام دادم به خاطر خوبی دوران ما بود. اگه در این قصر کدام طفل به دنیا بیایه او طفل دوران می باشه. چشم تو هیچ سیر نمیشه. دوران خان شد، دیگه چی میخوایی؟ حتما کلش یک بار نوشیده. اگه او دختره چیزی شود، اگه از بین بره، هدیه؟ ای بوتل در دستت چی میکنه؟
زهرا ساعت چطور است جانم؟ هنوزم شکمم درد میکنم. زهرا جان، ما فکر میکنیم دلیل مسموم شدن تو زهری ساختن غذاست. میشه که برای ما بگی چی خوردی یا چی نوشیدی؟ جواب بتین. زهرا امیر نوشیده؟ راستش بله نوجین مادر، حتما به خاطر سخت طفل خودی را نوشیده. نمیفهمم چه قسم دواست. پس این زهر از کجا کده؟ دیگه از کجا کنه مادر؟ حتما مادرش برش داده. جانم میشه بگویی در خانه چی خوردی که دو زهرگت بوده؟ تو بیاد نداری؟ میشه با ملکه بگوین که زهرا به هوش آمده؟ من از اینجا بیرون نمیشم. دست دقیقه خود نمیتونیم سخت جنین کنیم خانم. پیازه لازم نیست او رفت. از او نجات یافتم اما تو نیست. زهرا جان، او هنوزم در بطن تو از دخترم. حتی چند دقیقه پیش صدای قلبشم من شنیدم. بفرمایین مادر. علی بچه، جان مادر قربانت شوم. فردا به محکمه نرو بچه. نمیری احمد نیست ها؟ از زهرا طلاق نمیگیری نه؟ درست است مادر، حق با جانب هستین، اما نمیتونیم این کار در حق زهرا انجام بدم. اما در حق خود، در حق من، تو چطور میتونی این کار در حق من انجام بدی بچه؟ زندانی شدنی تو مثل پدرت. من نمیتونم هر روز بکنم که تو را حال از بین میبرن. من نمیتونم درد را تحمل کنم. میخوای مادرت از بین ببری ها؟ میخوایم از پیشت برو؟ زهرا دخترم، حالا کم بهتر شدی؟ شفا باشه. چی شده زینب؟ چرا مسموم شده؟ زهرا خود نمیخواه بگویه، اما کدام چیز نوشیده که خواسته به طفل ضرر برسانه، یعنی خواسته از بین ببریش. زهرا دخترم این حقیقت داره؟ زهرا جان، این کار که تو انجام دادی فقط زندگی طفلتنی، بلکه زندگی خودتان به خطر مواجه می سازه. هوش کنی بار دیگه این کار انجام ندی. من بدون تو چطور زندگی کنم؟ من بی تو چی خواد کردم؟ این کار تو راه حل نیست دخترم. بار دیگه این کار نکنی. مادر، من او چیزه در بطنم نمیخوایم به دنیا بیایم مادر. هیچ وقتم نمیخوایم بیایم. میخوایم سخت شوه، میخوایم از بین بره مادر لطفا. درست است، نمیخوای، اما کار را که انجام دادی هیچ کار خوبی نکردی. به زودی نجات میافی، اما در وقتش. گوش کن، محکمام نزدیک است. فردا اولین کار ما رفتن به اونجاست. بعد از وام درباره ای فکر میکنیم.
درست است. فهمیدش دختر مقبوله. با این زهر کم بود نواسیم که در بطن تس از بین بره. تو چی وقت ایره از مادرت گرفتی؟ چی وقت بگو؟ مادرم نداده قسم میخورم، او حتی خبرم نداشت. ای طفل زنده و سلامت به دنیا میایه. تا به دنیا آمدن او متوجه خود می باشی. به اجازه حتی به آشپزخانم نمیری. فاطمه عروس کوچک به اتاقش ببرو. امشبام امرش استراحت کن. اگه مریض شد باز به ما خبر بده. درست است نوجین مادر. زهرا چطور است؟ خوب است؟ خوب است. اگه بگویم خوب است خوب میشه. حالا ملکه جان تو برو استراحت کو. فردا بیاز محکمه میری، روز بسیار بزرگ است. شاید از دست هیجان نخوابم. فردا میخواین دختر خدا گرفته از اینجا برم، دیگه هیچ چیز نمیخوایم. شب بخیر. شب بخیر. نترس دخترم، نترس. علی در اتاق بیادر خود خوابیده. ما تمام شب پیش تو می باشم. تو براحتی استراحت کن. بیا دخترم بیا. سر تخت بشی. حالا جانم استراحت کن. دخترم. آی دختر بیچاری، هدیت چطور تانستی کار کنی؟ کم بودی دختر از بین بره. فردا محکمه هست. ما برای همیشه از این خانه نجات خواهد یافتم. انشالله دخترم، انشالله مقبولک. شب آخرین شب من یه اتاق لعنتی است. دوران خان کل چیزا با ما گفت. بیادر ما تو از بین بردی. اما قسم میخورم که قصد این کارا نکردیم. من قصد جان بیادرت نداشتم، باور کن. عذر میکنم بیادر، این کارا نکنین. ما اشتباه کردیم. زهرا بیا دخترم، صبحانه آماده است. آها، تو اینجا چی میکنی؟ لباسای خود جمع میکنم. نمیخوایم بار دیگه دیگه قصر بیایم. شما لباسای من میارین همه تا نیست؟
انشالله دختره، انشالله. البته که میارم. امروز کار محکمه ختم شوه که از غمش کم راحت شویم. من زیاد به علی باور ندارم دوران. انشالله که ما را فریب نخواد داد. شما هیچ تشویش نکنین مادر کلان. علی او را طلاق نمیده. به محکمه نمیرین؟ تو میخوایی که به محکمه بری زهرا؟ بیشی اول صوبانه تا بخو. دوران تو را میبره. طفل که در بطنت است فراموش نکو. بیشی بالاخره جرأت پیدا کردم که سر قبرتان بیایم فروغ بیادر. با وجودی که حق ندارم بازم به خاطر بخشیدن سر خاکتان آمدم. تا با بزرگیتان مرا ببخشین بیادر. من قصدنی کار انجام ندادم. اشتباهی بزرگ کنار بانین. حتی نمیفهمیدم که مرتکبی گناه میشم. هیچ به این فکر نمیکردم که اولادای تم یتیم بسازم. نمیفهمیدم که این کار احمقانه را به خاطر چی انجام دادم بیادر. آماده هستین؟ درست است ملکه، غذا میخورم. مرا ببخشین، بسیار هیجانی هستم. میخوایم هرچی زودتر این موضوع ختم شوه. آزاد ملکه جان، من بسیار میخواستم کمرایتان باشم اما نشد. باید به شفاخانه برم. منتظر یک خبر خوشتان هستم. حتما زنگ میزنم. با امید دیدار. با امید دیدار جانم. انشالله که باز دوران کدام نقشه بد نداشته باشه. نداره، تشویش نکن. صبحم راش گپ زدم. زهرا را او به محکمه میاره. بالاخره اونا خواهد فهمیدن که مانع شده نمیتونن. در ضمن وقت علی و زهرا از هم جدا شوند به دیگرها چی همون نیست مادر؟ بله مادر، ما شما را اینجا تنها میمانیم اما ما میخوایم همراهتان برم. میخوایم اونجا باشم. اما مادر راستش آزاد، صبح زینب گفت مادرتان مگه همراهتان بره کار خوب میشه. اینا رو هم با خود میبریم. درست است. وقت آمدم باز جمع میکنم. بریم. پس خوب است. برای مادر جان. خان صاحب. عارف، چی حال داری بیادر؟ زنده باشین خان صاحب. راستش من سر قبر پدرم آمده بودم. خواستم یک بار سر قبر فروغم بیایم. آمدم برش فاتحه خواندم و دعا کردم. زنده باشین خان صاحب. خداوند از شما راضی باشه. از کل ما بیادر. من هر صبح اینجا میایم. هر صبح میایم و با بیادر خود وعده میتم که خونه تا به زمین نمیمانم. اگه خواسته باشین صبر کنید خان صاحب. ما میخواستم به قصرتان برم. نه خیر، من به قصر نمیرم. زنده باشی. بیاین آرمانلی های محترم. نه خیر، قسم نشد. باید کم چربتر شوه. اول باید غذا بخورن بگیرین. بیاین
آرمانلی های محترم و عزیزانم، آرمانلی ها، ما به خاطر شما، به خاطر مادرتان، به خاطر پدرتان، به خاطر بیادرتان، به خاطر پدرایتان، به خاطر کلتان، به خاطر شما، به خاطر کی بگویم دیگه؟ چرا خنده میکنی دختر؟ بسیار مسخره معلوم میشین پدر. تمرین میکنم، توبه اینجا تمرین میکنم تا پیش مردم آزادانه گفته بتانم. با او خاطر دک ورق باید نوشته کنم. در جایی که بند ماندم باید از رویش بخوانم دانه دانه. اما تو نیست؟ طرف ما بی دختر، کلان دختر شدی اما هنوزم خواندن نوشتن یاد نداری. پدر عروض به مکتب میرم. پس درست است؟ آفرین. داخل میری و قلم و کاغذ گرفته با پدرت کمک میکنی تا به زینه‌های سیاست راه برم. گفته های مرا یادداشت میکنی و پدرتان پیش مردم اما تو شعر واره میخونه. حالا برو عجله کن. حالا آمدن. جانه جانه چی حال داری؟ درد شکمت خوب شده؟ کم درد میکنه اما مهم نیست. مادر میفهمین صبح قبل از آمدن لباسایمون جمع کردم. نمیخوایم دوباره با قصر برم. خاله فاطمه لباسایمو میاره. نرو یک دانیم. خب با ما صبح خیر نمیگی خانم معلم؟ دوران علی کجاست؟ نمیفهمم. راستش وقتی ما و زهرا صبح بیرون شدیم در قصر نبود. حتما خودش میآید. ما بالا میریم. آرمانلی های محترم، خدا فدای شما میکنم. به خاطر شما چی کارهایی که انجام میتم. بله، سرک میسازم، سرکا میسازم، در خانه نل آب میارم، خانه میسازم. نه خیر، خانه زیاد شد نمیتونم میفهمم، اما نل آب ساخته میتونم. برکس یک کلید میتم. پدر منظورت از کلید چی است؟ او دختر دیگه ده چی گپ است؟ توبه یک گپ میزنی تیر میشه. چی خود شد؟ مردمی گپا را خوش دارد دخترم. با اونا قسم وعده های چرب میتی و اونا فکر میکنن که توی ایره انجام داده و برات رای میتن. چیزی که ارزان از کلید است. یک دانه کلید به مردم میتم و گپشان میتم دخترم. الان نوشته که ادامه میتیم. بله، آرمانلی های محترم، بهترین مرکز فرهنگی آرمانلی ها را براتان میسازم. ببین این گپ ما چرب از دخترم. نوشته که از استانبول هنرمند میارم، ابراهیم تدلیسا میارم، نوازنده میارم، رقاص میارم، هر چیز براتان میارم. نوشته که دخترم چربتر است. نهاد دوهانه میارم. نوشته که آهسته پدر، نوشته کردن نمیتونم. دزم، شما این کارا رو چه قسم انجام خود دادین؟ آف دخترم، کلش دروغ است. در دروغ گفتن کی مرده؟ الله دیگه چی کار کنم؟ تو برم بگو دخترم، بگو دیگه. به خاطر اطفالم باید یک کار کنیم. تو برم بگو اونا از من چی میخواین. بگو دخترم، بگو. به خاطر هر طفل قلم رسامی، کتابچه و بازیچه. درست است، خوب است، بسیار خوب. نوشته کو، تمامش نوشته کو. من کلش براتان میارم. حمام میکنم، لباسای خود تبدیل میکنم تا پیش مردم منظم ظاهر شوم. آرمانلی ها، فقط به خاطر شما. بله، بخورین آرمانلی ها.